به سلسله اعتراضات در مورد کم توجهی در خصوص رهایی 31 مسافر ربوده شده، این بار دهها محصل از پوهنتون‌های مختلف کابل گرد هم آمده و حکومت را به سهلنگاری در این خصوص متهم کردند. این محصلین روز دوشنبه در برابر ساختمان شورای ملی گرد هم آمده و از حکومت خواستند تا برای گروگانگیران امتیاز را در بدل رهایی مسافرین وعده ندهد. آنان همچنان گفتند که مقامات بلندپایه حکومت باید سکوتشان در این خصوص را بشکنند. محمد زکریا گوهری، یک تن از این اعتراض کنندگان، از جامعه جهانی، ارگانهای ملی، حکومت افغانستان و بزرگان قومی خواست تا برای رهایی 31 مسافر ربوده شده در مربوطات ولایت زابل دست به دست هم داده و اقدام کنند. دارنګه هدفنا کې برمتنیولې او په دې برخه کې د ملي وحدت حکومت مرګونې چوپتیا وهونکې ده. د دولت دغه مرګونې چوپتیا زموږ ته د منلو وړ نه ده او د برمتشو د ازادېدو په برخه کې د خنډونو ملامتیا په دولت اچوي. د کابل پوهنتونونو محصلین له ملي وحدت حکومت څخه په جدي توګه غواړي چې برمتشو هېوادوالو د خوشي کولو لپاره له جدي اقداماتو څخه کار واخلي. 31 مسافر که از هرات به سوی کابل در حرکت بودند در مربوطات ولسوالی شاجوی ولایت زابل از سوی مردان مسلح نقابپوش ربوده شدند. در حال حاضر 53 روز از این گروگانگیری می گذرد، اما معلومات درباره این 31 ربوده شده در دست نیست. در این حال خانواده های این ربوده شدگان می گویند تا هنوز خواستها، اعتراضات و نشست های آنان نتیجه نداده و نه هم فرد یا مسئول برای آنان اطمینان داده که این افراد چی زمانی به خانه هایشان برمی گردند. حبیب الله پدری، یک تن از ربوده شدگان، در صحبت با رادیو آزادی حکومت را به کم توجهی در این خصوص متهم کرد. فعلا خیمه تحسن هستم، اگر از خیمه تحسن نشد دیدم که جوابی نداد، فقط در پیش هر نور خودن یا آتش میزنیم یا که بلیک جنازه ما متررف کنیم، دیگه نه. خواستیم از حکومت در مورد پیشرفت‌های جدید در این زمینه معلومات بگیریم، اما برخی از مسئولین ادارات مطبوعاتی نهادهای مسئول گفتند که در این زمینه اجازه ابراز نظر را ندارند. اما عبدالله رئیس اجرایی حکومت قبلا وعده سپرده بود که حکومت برای رهایی 31 تن ربوده شده از تمام امکانات لازم کار خواهد گرفت. هرچند حکومت در مورد پلان‌های جدیدش برای رهایی ربوده شدگان چیزی نگفته، اما شماری از فعالان جامعه مدنی میگویند عملیات‌های نظامی و تلاش‌های بزرگان قومی تا هنوز در این ارتباط نتیجه نداده و باید بالای یک برنامه جامعی در این خصوص کار شود.